وارد میشویم به برنامه زباله احکام، البته با پای چپ. بله. برنامه زباله احکام. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید باشد. سوالهای بسیار زیادی از شما به دست ما رسیده است و ما شرمنده کسانی هستیم که سوال مطرح کردن. بله. بسم شیطان الرجیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه. خودتون میدونید که برنامه زباله احکام متکفل پاسخ به سوالات شرعی است. ما مسائل و بدبختی بسیار زیادی داریم، موضوعات مختلف. الان هم مثل چی تو گلگیر کردیم و ولی فقیه هم خودش توش مونده که چه کاری خوبه، چه کاری خوب نیست، چه کاری رو انجام بدیم، چه کاری رو میتونیم انجام بدیم، چه کاری رو حتما باید ازش دوری بجوییم. خب برنامه در قالب پرسش و پاسخ است، اونم سوالایی که شما مطرح کردید، چه از طریق تماس تلفنی که تلفناتون ضبط شده و پخش میشه، چه از طریق پیامک تلفنی که فوش‌های بسیار زیادی فرستادید و بخشی از اونا پیاده شده الان اینجا موجود هست، و چه از طریق نامه و سوال مکتوب و از طریق ایمیل و امثال اینا. آغاز برنامه میشنویم صدای یکی از بینندگان رو با سوالی که مطرح کردن. الو حاج آقا، میگن آقای احمدی نژاد گفتن میخوام برن فضا. راستیتش ما خیلی نگران شدیم. از اون موقع تا همین الان اصلا خورد و خوراک نداریم. اگه ایشون برن فضا و کارشون اونجا طول بکشه، تو این مدت نظام بدون رئیس جمهور بمونه چی میشه؟ بله. خب تشکر میکنیم از این سوال مهمی که مطرح کردن. من یه جواب کلی عرض میکنم. همه افرادی که نمونه این سوال رو دارن توجه داشته باشن. قرار وقتی که آقای احمدی نژاد در مسند میمون به فضا برن، میمون هم در مسند ایشان بنشیند. این یعنی جایگزین شدن رئیس جمهور نظام توسط میمون. بله، که این خودش یه نوع تبدیل به احسن شدن هم هست. اینا طبق یه قراردادی است. قرارداد هم طرفینیه، دو طرف باید به این قرارداد عمل کنن. حالا مقام عظما دنبال این هستن که این میمون رو راضی کنن که برای پر کردن این حفره و این سلمه‌ای که در ریاست نظام ایجاد میشه قبول زحمت بکنه. البته این کارم بار اول نیست، از 7 سال پیشم بوده. مردم هم خودشون دیدید میگفتن که احمدی چیتوس یا نمیدونم چی انتری نژاد. مستنداتش هم البته در رساله های مختلف در همین مجله وزین نشنال جئوگرافی هم جلد 6 نقل شده. بله. البته ریا نباشه بنده خودم اینه به آقای احمدی نژاد عرض کردم. گفتم که اون جایی که شما میرید وطنتون نبوده، الان هم وطن شما محسوب نمی شود. سفراتون هم که سفر کاری نیست، سفر شخصیه. بنابراین اگه 10 روز اونجا نمیخواید بمانید، کمتر از 10 روز میمانید، بهتره که میمون رو جای خودتون بذارید که کارها لنگ نمانه. انشاءالله که موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه دیگر و سوالهای دیگر از شما. بله.